یه خاطره از هیچکس برات تعریف کنم. من دفعه دفعه دومی که نمیدونم خودش یادش هست که منو دیده اون موقع یا نه، ولی من اینو کاملا به خاطر دارم. داشتیم میردامادو میرفتیم بالا، عید بود. هیچکس یکی از دوستاش داشتم میومدم پایین، نوید گفت این هیچکسه. هیچکس بغل ما رد شد، من نگاه کردم دیدم کلاه پلیس رو سرشه، کلاه نیروی انتظامی رو سرشه. حالا راست و دروغ این ماجرا رو من نمیدونم، بعدها این شایعه شده بود که سروش رو تو تهران گرفته پلیس، کلاه پلیس از تو ماشین پلیس پیچونده، دزدیده یه کلاه سربازی رو دست خودش نگه داشته. و بعدن یه آهنگی دادن اینا به اسم بازم کلان که مثلا فاکت پلیس NWA اساسا دولا پلیس تو فرانسه است و اینا هم یه آهنگ داشتن بازم کلان. هیچ کسی کلاه رو سرش بود موقعی که تو آرت ورک این عکسو داشتن، آرت ورک این ویدیو رو، تو آرت ورک این آهنگم تو همون مغازه گرفتن، تو مغازه 7 گرفتن. لباسایی هم که هیچ کس رو پیش رو پوشیدن از اون مغازه گرفته بودن و تو اون آرت ورک این کلاه سرش. این یعنی چی؟ این یعنی آقا این رپر زیرزمینی که هست چی واقعا با گاورمنت درگیره.